از شاهنامه است، همش کاری دستی است. دلاور با ذوق خیده همین کرده، همین حواس داره، مهر داره، محبت. از شاهنامه است که هم شمشیر است و هم تبر است. این هم کاری دستی است. سازیم از پوستگام آماده میکنیم که در حقیقت چیز سلام و درودی به پایان با کل هموطنان، با کل برادران، با کل فارزبانان روی دنیا. در کینو استودیو هم بگیم خطا نمیکنیم، کینو استودیو دلاور سفرف. اینا با همراهی خیلی مخلصیم، خیلی زنده باش، خوش آمدید. نور دیدم. اینا در فیلم تج دلاور سفرف و یوتیوبش اینا اینجاها من شما در یک تک نشون میتم موزی دلاور سفرف با چیکارم بور مشغوله، یک تک نشون میتم حرکت میکنیم. انا دلاور علاقه خودش اومد در اومدن تواراشو گرفت اومد. از شاهنامه است، همش کاری دستی است. از استخوان چوب چهارمغز، شیر رمزی ما و 4 عقاب به 2 سمت، یعنی دائما ما در نظاره بودیم. دائم این فلسفه دندونای پشت شمشیر چاقو میدونی چی بوده؟ نه رفت توی شکم کشید بیرون، رودار بکشه بیرون. بله ایشا هوا در اومد. انا یک جای میریم اینجا میبینیم. اینجا میدونین چه برادر، اینجا در یک نمود بهار در گپ میزنی. خب اینجا برای پند و نصیحت، اینجا تمام نمود ویا سویت کلکسیا میگیم سویتوش. اینجا در ویا جای کتاب بود وای، اینجا در میتونی که خیلی بشینی. اینجا در شهر همه نمود در اینجا هست برادر عزیز. اینا اینجا در استودیوی دلاور سفرف میگم. اینا برادر دیدین حالا آماده نیست، اما ما آماده کردیم، قالب میسازیم، از پوستگام آماده میکنیم که در حقیقت چیز اینا آماده نیست. حالا این همش آماده میشود با پوستگام. قالب گرفته پرس شده. این حالا همش کارگری میشود، مدت 1 ماه بعد آماده میشود. شخصا همش این کاری دستی است. حالا آقا علی جان، تو در همین کارها سر و کار داری. تو زرگری، ما زرگر میگیم، شما چی میگن؟ کار جواهر، کار جواهرات. به ایها چی میگی؟ چی گفتنی یادم؟ کیفیت ساختشون. ببین جدا از کیفیت ساختی که داره، متریال خوبی، حالا تیغه فولادی و دسته که از چوب گردوی شما میگید چهارمغز، اون اصالت پشت کارشه، اون که هر کدوم یک داستان و قصه جدایی داره، برای چی طبیعی شده، اون خیلی زیباترش کرده. آن آمد با بله. از تمام طرح‌هایی که استفاده شده همش کاری دستی است. الگو برداری شده است. نمادهای هخامنشیان در نیلوفر و چه سپر زیبایی، چه سپر زیبایی. گفتم من حالا چی وارد از من وارد دارم. میامبان دارم. این هم از شاهنامه است که هم شمشیر است و هم تبر است. این هم کاری دستی است. رنگی شمشیر علی. نه این هم از ما فارس ها هست که هم گلی خودمان را دارد و هم این هم گل های دستی کارها. اینا دوست عزیز دیدستین، اینا ایشش تواره ایشش شمشیر تای اینا وازبینی رو بی چند که وازبینه تواراشو بی همش اینا آقا درسته. طرح‌ها، بوته جبهه‌ها، گل‌ها، تصویرهای فوق‌العاده، طرح‌های نموده ایرانی که در فارسی ایران بزرگ. بله. نه محدود به جغرافیای ایران. بله. یکی دوستی است که وقتی که جنگ اعلان میکردن هر کس با محیط خود، با لباس خود، برای کشاورز بود می آمد با درست کشاورز. بله.
احسن اما برادرها چی ده حوث میکنه چی ده ذوق میکنه که دلوار با ذوق خیده همی کرده همی حواس داره مهر داره محبت همه عشق و مهر و محبت در همین کینوی تاجیکان داده گه همی که بیو که اول همی هوش جانش اینم کینوی تاجیکان باید آدمیزاد در حیات در یک چی عاشق باشه من ای چشمای دلوار ای نگاه دلوار از همین ای کاراش میبینیم که عاشقی همین کسب و کار خود شد عاشقی نمیدونم سپرار ببینیم سپرار همین رو ای که جو جام کرده ورده سکی نبینیم که این خیلی آنو ببینیم که این خیلی با ای حواس همین حواس باشه همه کار میشه خواهش باشه مایل باشه همه کار میشه یعنی همین اینه با اومد نگاه انا با چه شد دیدیم انا ایره هنر میگن انا ایره نه ما اینقدر خودت کار داریم هوا داریم بکارت ما عشق میکنیم میبینیم و آسه این چیزای کلاه هست تا حق گذاشتن که این هواشون توی که سینما دارن استفاده کامپلیت هستن ما یک نمایش بود برای خاطی اینها برای دست میشونن بهترین این یکی از بود دیگه هم نمونه است که هر یک جنگوان به خود باید روی خود را داره چون ما یک نمایش نوروزی داشته نمونه از اینها ما دور را داره اینها برای انا دوستای عزیز زنده باش دلوار جان تشکر انا که علی جان مهمونی ما تا همین روز چیز خواست ما به خواست علی کرده بودیم علی میگفت که پیش ما پیکری ها ما پیش قربانی صابر نزدی و دیگر جاها انا ایجار مخصوص من انتخاب کرده بودم که پیش دلوار سفر میریم برای انا می بازدیدو انا که شمشیر زنی انا که شمشیر شما رو خسته نمیکنم خیلی زیاد است نمونه های در ما خیلی طول 2 سال اومده کردیم و 2 سال در قریب 3 لایحه بین المللی اشتراک کردیم تجربه گرفتیم و کوشش داریم که فیلم اسماعیل سامانی را با گالیوود همکاری داریم اومده ثبت میکنه تو که جهانی شود دانم قسم فیلم در ایران هم ثبت میشه در 6 کشور قسم فیلم ایران خصوصا مازندران هم هست زمان بسیار خسته میشدن روس‌ها می اومدن مازندران رو یک چند خانه رو آتش میزدن و بالاخره میگریختن دل و گرده یعنی که نداشتن که حمله کنن این گونه قصه هم هست میریم یک جا شمشیر زنی میریم شمشیر زنی اینجا برادرها زله که دلوار سفر رو برای تاجیکان ممکنه تاجیکان هر روز تمرین میکنن مشق میکنن اینا میزنن اینا میدیم برادرها خیلی برحلوب خیلی خوشتو اینا زلی خوشتو اینا کارا دلوار سفر رو سر کرده الکه چوار شگیری دلوار سفر میکنه ای دیگه کردم همه که فرد بود یه فرد میگه میشه بود؟ یکم ضربه آیسته میزنی آیسته یک نمیزنی یک زنی یک دویم ضربه پایان اکنون یک دو این تبدیل سرعت میکنه دو پیسا دو رنگ همه روستان و سرعت شدید پیسا دو پیسا باز پیسا باز پیسا ایشون استاد و مربی شمشیرزنی هستن برای فیلم سینما اینا از ایشون استفاده کنم برای تدریس من شاگرد ایشون هم نمیشم هنگامی زدن کمی دست شما شخص است باید آزاد باشد یک دو یک آزاد چون وقتی که شما میزنید بسیار قوه رو شما صرفه میکنید در چند ضربه دیگر چون خسته میشوید
و این خاطر سبوک ما از اونها عادی چی هست استفاده بودیم چونی خیلی بود ضربه رو به خود بگردم Pista, یاد گرفتم دستی گلوتر زنده باشه الان دیدم برادران تمرین دلوار سفر رو زنده و سربلند باشم ما در دورای چیمون اینستیتوت من کردگیم کم کرد تئاتر اما فقط اولین قدم است این اولین قدم است به خاطر دست عادت کردن است ما در دورای کردم دو ما نخواهی میکردیم یک اسمه رفته بیسیم فرانسوزی است هم شپاگه فدر ترم فرانسوزی فدر ترم درست یک پستا این که مهمان نیست زنده باشد مردم سربلند تاجیک فقط دعاگو باشد که طولی همین 4-5 سال تزتر کوشش کنیم دلوار سفر ممکنه تاجیکان رو برورم بحری ما مردم سربلند تاجیکی کاش که ما هم دیگه دولت ها بریم فخر کنیم که ما هم خیلی کینای دنیاوی داریم فقط دعا کنیم مردم سربلند تاجیک کالار مخصوص برای آماده شدن جنگ های فیلم است درست نه برای همه نیست این شخصی اینجا شخصی برای کسی که فیلم و این خاطر ما همش رو اینا کسکدیاری میدون در این ما تمرین ها میکنیم همه برای بیخبری از پایان دیوار اینجا اتمی و ابر و اینا رو زدگی گذاشتن همش میدونید برای چی هست پینگ پونگ بازی میکنید از جنگ خسته شدید صلح میکنید نه او به خاطر که سرعت چشم رو خیلی میده یک دیگه هنگامی شمشیر پینگ زنی پونگ بازی کردن باعث میشه تیزتر بشی تو شمشیر بازی این ورزشی چشم است ورزشی چشم درست که حتی ببینید که باکسیورها از این بسیار استفاده می‌کنن به خاطر ما از این استفاده می‌بریم من یکی از برادرای کوچیکم اندوتر دندان پزشک قهرمانی بود تو ایران امیر ما پینگ پونگ کشوری بازی می‌کرد کی باشه دارم کیس بوکس زنده است سیلیکونی اینا بعدا چیزها رو برای آماده کردن در انسان سنجانی در این آماده می‌کنیم می‌فهمیم چگونه باید و چی باید کرد این آسان‌تر فهم‌تر چون این طریق این حقش چقدر داره؟ 1.70 یک هفتاد آها یا پایانش یا آب بکنیم بله بیا تو یک دو آمار به وجه رو بودیم بخشی من میدونم بار دیگر پیپسی رو بایکات کردیم Come avventura ma non ti interessa tu ma che abbiamo non ماشاءالله ماشاءالله دوستان جان ماشاءالله این آمد ها یه خورده دیگه توبه ايش لك خلينا نشانه